با اقدام اهالی محله شرکت صاحب ملکان منزل ستاره‌های خوجند میدانچه ورزشی و میدانچه برای بازی کودکان با مبلغ 50,000 سومانی تعمیر و ازنافسازی گردید. سرآغاز برای افتتاح اینجا لنته رمزی از جانب رئیس تشکیلات غیر دولتی تجارت شرکت صاحب ملکان ستاره‌های خوجند بریده شد. افتتاح میدانچه ورزشی خوشحالی کودکان را دوچند نمود. با گفته صادق و ملاحت رئیس تشکیلات غیر دولتی تجارتی شرکت صاحب ملکان منزل ستاره‌های خوجند مساحت میدانچه ورزشی 3 سوتق و جای برای بازی کودکان نیز زیاده از 3 سوتق را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی میدانچه فوتبال و بازی کودکان در عموم 600 متر کوادراتی را در بر می‌گیرد. میدانچه ورزشی جای برای بازی فوتبال، بسکتبال، والیبال و جای برای بازی کودکان را دارد. ما هم تصمیم گرفتیم که یک جای نوآبادی که میدانچه داشتیم آن را آباد کنیم و برای ساختمان آن همه محلگان، پدر و مادران بچگان سهم ارزنده خودشان را گذاشته مبلغ جمع آوردند. این میدانچه را ما در مدت 1 سال بنا کردیم و تشبثکار این همین میدانچه صاحبکارانی همین بنا می باشد. یکی از آنها رجب دلیر جا می باشد، محکموف می باشند. اینها همشون تصمیم گرفتن که همین میدانچه که نوآباد بود آباد کنند. ما اکنون حرکت میکنیم که همین میدانچه رو تا اخیر نگاه داریم، نگاه کنیم، بچگان بگذار در اینجا بازی کنند، رقص کشند، سرود خوانند و آبوتا بیافته و ورزش مشغول شوند و در مسابقه های جمهوری بیرون از آن اشتراک کرده بیرق تاجیکستان ما را بلند بردارند. میدانچه ورزشی بخشیده به استقبال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با سازی گردیده است. ساکنان محله اقدام دارند تا سهم خویش را در آبادی محلی زیست خود گذارند. مولود خان اسرار و استقامت کننده همین محله بوده میگوید که تعمیر میدانچه ورزشی برای کودکان محله بخصوص در تعطیلی تابستانه تحفه ارزنده است. او از وضعیت امروزه جوان حرف زده، گفت که برای برید خاطر کودکان کوشش میکنند تا سهم خویش را بیشتر گذاشته باشند تا نسل سالم و باسواد به وای رسند. همچنین والدینای ما کوشش کردند که در فصل تابستان در وقت تعطیل کودکان همین ورزشگاه خودمان را آباد نمایند که در آن کودکان ما بهر سلامتی، بهر آبادانی این محله و همچنین برای فراهم آوردن روزهای خوشی تعطیلی تابستانه و آنها یک شرایط مهیا نماییم که در این مدت آنها توانند که هم آفتاب یابند، هم سلامت باشند و همچنین و خوشروزی هر یک والدین آنها نسبتی خوشحال بودنشان معرفی نمایند. در محله نوزه بینای 36 تشکیلات غیر دولتی تجارت شرکت صاحب ملکان منزل ستاره‌های خوجند زیاده از 400 نفر اهالی زندگی می‌کنند. از این حساب 102 نفرشان کودکان میباشند. میدانچه ورزشی واقع در محله نوزه بینای 36 شهر خوجند جایگیر میباشد. این میدانچه ورزشی در مدت 1.5 سال بعد از گیری اهالی و صاحبکاران محله از نو سازی شده است. باید گفت که در دوران صاحب استقلال کشور ساخته به استفاده دادن میدانچه‌های ورزشی کودکستان و مکتب‌ها از جانب صاحبکاران کشور خیلی زیاد گردیده است. این از آن شهادت می‌دهد که سطح و صفت زندگی مردم بالا رفته به خاطر نیک احوالی و بلند شدن سطح اجتماعی خویش سهم گذار می‌شوند. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.